الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله. So Lucy from Ghana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ میگه لوسی از غنا تماس گرفته. حالا لوسی سلام میده. لوسی سوالش رو میپرسه که آیا برای پنهان کردن گناهامون اگه اون گناهها به دیگران مربوط نباشه میتونیم دروغ بگیم؟ دروغ گفتن آیا جایزه؟ شیخ میگه من سوالتو متوجه نشدم. منظورت اینه که آیا برای پنهان کردن گناه میشه دروغ گفت؟ لوسی هم تاکید میکنه، میگه که برای پنهان کردن گناه خودم میتونم دروغ بگم؟ شیخ میگه باشه. اول از همه دروغ گفتن جایز نیست، اما راههای زیادی وجود داره که بدون اینکه گناهت رو آشکار کنی از پاسخ دادن تفره بری. مثلا میتونی از معارض استفاده کنی. So you can use المعارض. یعنی پاسخت رو جوری بگی که مستقیم نباشه و سوال رو دور بزنی. مثلا اگه یکی بپرسه سیگار میکشی، بگی سبحان الله. سبحان الله، مگه یه مسلمان سیگار میکشه؟ سبحان الله, does a Muslim smoke? What kind of a question is this? And you move on. But این چه سوالیه؟ و بعد بحث رو عوض کنی. اما اگه واقعا در تنگنا قرار گرفتی و هیچ راه دیگه‌ای برای پنهان کردن گناهت نداشتی، اون موقع میتونی از دروغ گفتن استفاده کنی.